اگر توی مکان خوش آب و هوا هستی و الان موقعیتش رو داری که یک نفس عمیق بکشی، همین الان یه دونه از اون عمیقا رو بکش. یه عالمه هوای پاک و اکسیژن و انرژی حیات وارد بدنمون کردیم. هوای سالم باعث میشه که ما تنفس خوبی داشته باشیم و اکسیژن رسانی خوبی به بدنمون بشه. به طور کلی گفتیم که داخل طب سنتی میگه 6 عامل اصلی وجود داره که ما با رعایت این 6 عامل اصلی و ضروری میتونیم سلامتمون رو حفظ کنیم. بهش میگیم ستای ضروریه، همون حفظ الصحه. خب حالا این 6 عامل چی هست؟ هوا اولینشه، بعد طعام و نوشیدنی، حرکت و سکون، خواب و بیداری، استفراغ و احتباس و اعراض نفسانی. این 6 عامل رو اگر در نظر بگیریم، حواسمون باشه تعادلش رو حفظ کنیم، بیماری سراغ ما نمیاد و یا اگرم بیاد خیلی سریع رخت میبنده و میره، چون که ما بدن سالمی داریم. خب توی این پست در مورد هوا صحبت میکنیم. هوا کلن همین هوایی که اطرافمون هست، ازش نفس میکشیم، اکسیژن رو به بدنمون وارد میکنیم. داخل خودش اکسیژن داره، پرانا داره، همون انرژی حیات، و گرم بودنش، سرد بودنش، خشک بودنش، مرطوب بودنش روی سلامتی ما اثر میذاره. خب مطمئناً باید هوا طوری باشه که اکسیژن زیادی داخلش باشه و ما از این اکسیژن برای خونمون و تمام اعضای جوارح داخلی بدنمون استفاده کنیم تا بتونیم سلامت بمونیم. انرژی حیات یا همون پرانا هم وقتی که با تنفس عمیق وارد بدنمون بکنیم، تمام کانال‌های انرژی ما میتونن تقویت بشن، بهتر عمل کنن و خب روی سیستم عصبیمون اثر میذاره و روحیه و ذهن بهتری خواهیم داشت و تو تصمیم گیری هامون و روابطمون و کل زندگیمون میتونیم بهترین عملکرد رو داشته باشیم. کلاً مثلا اگر هوا خیلی گرم باشه، ممکنه آدم پرخاشگر بشه، عصبی بشه، یا اگر خیلی خیلی گرم باشه ممکنه رگ‌های خونی گشاد بشن و مثلا خون دماغ اتفاق بیفته. یا اگه خیلی هوا سرد باشه، این سردی میتونه تاثیر بذاره روی بدن ما و ما رو افسرده کنه. مثلا فصل پاییز، خود فصل پاییز طبیعت سرد و خشکی داره، سودازا هست، به خاطر همین همه یاد شکستای عشقشون میافتن، افسردگی توی این فصل بیشتره. پس کلاً آب و هوا خیلی روی بدن ما اثر داره، هم از نظر فیزیکی هم از نظر روحی و ذهنی. پس اگر بتونیم مکانی که میخوایم داخلش زندگی کنیم رو از مناطق خوش آب و هوا انتخاب کنیم، مطمئناً زندگی خیلی بهتری خواهیم داشت. حالا ما داخل شهرهای بزرگ زندگی میکنیم و مجبورم هستیم که زندگی کنیم، درآمدمون از اونجاست. خب توی این شهرها باید حواسمون باشه، برنامه‌ریزی داشته باشیم، هر از گاهی به طبیعت بریم، توی طبیعت نفس عمیق بکشیم، آزاد باشیم، رها باشیم و تا میتونیم از پاکی و سلامتی طبیعت استفاده کنیم. و هنگامی هم که داخل شهر هستیم میتونیم حواسمون باشه اگر اوایل صبح یا اواخر شب هوای خوبی داره از پارک های داخل شهر استفاده کنیم، پیاده روی داشته باشیم، ورزش های مناسب داشته باشیم. و اگر هوا به اونقدری آلوده هست که حالا همون صبح ها یا آخر شب هم به پاکی نمیرسه، میتونیم از باشگاه های استفاده کنیم که سربسته هستند و تهویه مناسبی داشته باشند. پس حتما به هوای اطرافمون، هوایی که داخلش زندگی میکنیم، هوایی که نفس میکشیم توجه ویژه داشته باشیم.
هیچ اشکالی نداره اگر یه جای آلوده بود شما دستمال یا این روسریتون رو بگیرید جلو بینیتون. اصلا زشت نیست. شما دارید به خودتون احترام میذارید. توی پست‌های بعدی در رابطه با 5 تا عامل دیگه که ضروری هستن برای سلامتی ما صحبت میکنیم تا بتونیم سبک زندگی سالم خوبی رو برای خودمون پیدا کنیم. دوستتون دارم. موفق باشید.